آره دوباره این اومد. چیه؟ آره داداش تو رو خدا بیا با هم چالش 5 ثانیه بگیریم. بابا ول کن. حوصله داری یا نه؟ حوصله ندارم. بابا زل تو زوره. همیشه حوصله نداری. زل زوره. ای بابا مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. اعصاب من میریزه. تو همیشه حال نداری داداش. داش زل زوره ویدیو نمیگیرم. یعنی چی؟ دوباره این اومد. آره داداش جان هر کی دوست داری بیا دیگه این دفعه ویدیو رو بابا بگیر. ول کن بابا. این همه دیروز گیر دادی ویدیو بگیریم، الان دیگه چی میگی؟ بابا ویدیو رو گرفتیم بیا دوباره بگیریم داداش. چنلمون نیاز به ویدیو داره. چالش 5 بابا ثانیه. گیر نده. بچه‌ها خودشون میدونن ما براشون زیاد ویدیو میذاریم. گیر نده. حالا برو بهش فکر میکنم. همیشه فکر داره فکر میکنم. بله بچه‌ها امروز اومدیم با هم دیگه این چالش رو داشته باشیم. از بس ما اصرار کردش که این چالش رو با هم دیگه بگیریم، امروز اومدیم این چالش رو بترکونیم. خب بچه‌ها چالش 5 ثانیه‌ای از این قراره که من و آراد هر کدوم 6 تا سوال داریم که باید طی 5 ثانیه به اونا جواب بدیم. بله بچه‌ها این سوالا یه سری از سوالای شخصی نیستش، یعنی یه سری از سوالای خانوادگی نیستش که باید جدی میفرمایید؟ سوالای اینایی که ما اینا رو بعد کجا ما در در ویدیو رو ببینیم. خب ما اینجا نشستیم که اون سوالایی که می‌خواستیم از هم دیگر رو بپرسیم و آقا آراد قراره بیاد کنارمون با حضور افتخاری آراد و بچه‌ها. جایزه ویدیو چیه؟ جایزه ویدیو اینی که پشت سر ما هستش. هایپ اصله. لایف اصلیه. هایپ اصله. مهم نیست. حالا لایفه هایپ پایکه نمیدونم چیه. خب بچه‌ها ما اومدیم مثلا دیگه سوالا رو بپرسیم و بازنده مجازات داره و برنده. بچه‌ها بازنده مجازاتشو چی معلوم میکنه؟ آقای گردونه. و بچه‌ها اگه دوست دارید بدونید با کجای ما الان تو پارک همیشگی که ویدیو میگیریم. بله پارک مشاهیر پرند. خب آرادم اسمشو گفت. خب عزیزم سنگ از قیچی کنیم واسه ویدیو. همیشه عدالت رو رعایت کنید بچه‌ها. بریم برای سنگ. بابا تو واسه ویدیو قبلی هم عدالت کردی آخر سر باختی دیگه. بیا عدالت بریم. سنگ کاغذ قیچی. بله دوباره من بردم. بله یویو. بچه‌ها یویو ببین همه یوتیوبرها یویو. بیا داداش بیا داداش بپرسم. بچه‌ها ما اونی که سوالو میپرسه میشماره و اینکه تا بله داداش. بله دوستان میگیم 1001 1002 1003 1004 1005 تا عدالت رعایت بشه. خب عزیزم آماده ای؟ 4 5 نداریم فقط بریم. عزیزم آماده ای؟ بریم. 3 تا میوه سبز 1001 خیار 1002 سیب سبز 1003 1004 1005 گوجه سبز گفتم بچه‌ها گفتم نه جان به خدا گفتم. خب بچه‌ها اولین سوالو من جواب دادم. بریم 3 تا بازیکن شماره 1001 1002 1003 آقا میشه یه بار دیگه بپرسی؟ 1005 نه بچه‌ها. یه بار دیگه بپرس. من یه لحظه من چون آراد رفیقمه اشکال نداره بهش میگم دوباره میپرسم. 3 تا بازیکن شماره 7 1001 1002 1000 ماشاءالله آقا. من سلطان این بازی داداش. آقا بچه من اون سری هم میخواستم بگم یه لحظه قاطی کردم. من شماره 7 یه لحظه قاطی کردم. دیگه ما اینیم دیگه. خب دوستان عزیز حالا بریم سراغ سوال بنده. منم به تو آوانتاژ دادم. آوانس. خب عزیزم بفرمایید. 3 تا حیوان با شه. بشمار 1001 1002 شارمولک 1003 1004 1005 تموم شد. چیه بچه تو کامنت ها حتما شعار بگم آقا جان. من 2 تاشو میگم یه دونم شما تو کامنت ها بگید. یکیش عزیز من باشه که خیلی راحته. شیر شتر. سومی شما بگید. من بگم سومیو بگو. بذارین بچه‌ها بگن یا خودت؟ بچه‌ها بگم بهتره. بچه‌ها کامنت ها رو پر کنید که ما برنده این داستانی هستیم که ارتش ماهان مگه نه؟ چی گفتی؟ خودت فهمیدی؟ ارتش ماهان منظورم اینه که ارتش نوبان.
نوب آفرین خودت اعتراف کردی. حالا بپرس سوالت عزیزم. خب بچه وقتشو تلف میکنه دیگه. 3 تا نه عمو به خود این جواب نیست. اصلا این جواب نیستش. آب 9 خب داداش بپرس شما سوالت. بپرس سوالت داداش. مشکلات یوتیوب. آجا میام مزاحممون میشن. بپرس. 3 تا نقاش دنیا 1001 1002 1003 1004 1005 از کجا بدونم مناقص تا داداش نقاش؟ من دیگه در اون حد منم از اطلاعات کجا دنیا بدونم خوب نیست. سه گیمون بشه زمین حیوانه دیگه آقا دیگه اونا پیکاسو حیوانه. لئوناردو داوینچی احمد داوینچی ها. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده کنه اصلا مدرسه گالیله دوتا یکی دیگه مساوی. و بچه 2 تا سوال یکیشو جواب دادم من و ایشون 2 تا سوال پرسیدیم یکیشو خب داداش بریم. بریم برای سوال بعدی خیلی هیجان داریم انرژیمون سه تموم تا اسم میشه. دختر باره 1001 1002 رومینا، 1003 راشا، 1004 1005 تمام. رحیمه ها رحیمه مگه؟ بابا رحیمه نه عزیزم من نداریم آقا تموم شد وقتت نمیخواد. بابا گفتم وقتت تمام شد. بگم رحیمه اسم رحیمه دختر اسم عربی نگفتی. وقتت تمام شد بعد 5 آقا من بهت مگه آوانس دادم آقا جان من به تو آوانس نمیدم. نمیدی؟ بعد 5 ثانیه گفتی. باشه بچه خیلی نامر رفیق نامر آقا جان من نامردم تو کامنت ها بنویسید. اگه این نامرده تو کامنت ها بنویسید. کامنت ها به من رفت حالا نداره. سوال من ببین، آقا. سوال پره کننده بفهم. 3 تا تیم ملی آفریقایی 1001 1002 1003 بابا من 1004 تیم ملی 1005 کشورهای آفریقا رو من نمیشناسم. مصر مگه واسه چیزه؟ نیجریه آفریقا نیجریه خودت هم داری اسمش رو اشتباه میگی. نیجریه دیگه چیه؟ چیه خب و بچه سوال آج ما چرا همش این مساوی میشه؟ 3 تا یکی بریم سوال سراغ بعدی چی؟ خودت همه چی بودی بریم واسه سوال بریم سراغ سواله. عمو خب بریم این مگسا. ساعت سوتی گرفتن ای بابا این مگسا ما رو ول نمی‌کنن. خب داداش بریم بچه جای راحت تر اومدیم ویدیو گرفتیم. ویدیو قبلی دهنمون سرویس شد تا نگرفتیم. بگم وایسا قطع کن گوشی رو خاموش کن. داداش با گوشی چیکار دارم بیا. بریم 3 2 3 تا حیوان بی صدا 1001 1002 1003 سوسمار. 1004 1005 تموم شد. سوس بگم بگو خرگوش ماهی لاک پشت حلزون خیلی زیاد. ماهی اینطوری خب بی صداه حرف میزنه آب مثل لب تو. می‌گیره. حرف میزنه مثل تو. داداش قرار به حرف به چی زدن نگاه میشه. میکنی بابا؟ به بچه ها نگاه کن عزیز دل من. جون به بچه ها خوبه جون به خوده. جون به همه خب. همسایه بالاییتون خب بعدم حالا شما سوالتون پایینی 4 تا یکیا. ببین چقدر ما پایین اطلاعاتمون پایینه. بپرس. 3 تا شهر با ت 1001 تهران، 1002 1003 1004 1005 تارگات. دیگه من 1005 گفتم بچه نه آقا من گفتم. اوه. خب باشه 4 تا یکی بله. بچه ها بچه ها ما همیشه چرا داریم مساوی. مساوی پیش میره؟ اصلا تارگات میدونستی شهر نبود من از خودم گفتم. توسم با اون یکی ت با ت 2 نقطه و ت دست دار معلوم نکردی گفتی فقط با ت. ت 2 نقطه نگفتی که تو ویدیو. خب آقا بگم بگو. وایسا خواهم سخت‌تر برای 6 تا سواله تا الان 4 تاش پرسیدم. سه تا ناکن داداش گوش کن. 3 تا عروسک معروف ایرانی که حیوانن. 1001 1002 ببعی تو بازی ببعی پسرخال کلا قرمز 1005 رو گفتم بعد گفتی برو بابا اصلا اینا نیستش که بابا. یعنی چی آقا بابا پنگول ململ جیگر داداش پخش شده باشن توی تلویزیون. کلا قرمزی پخش شده خب تو بعد 5 گوسفند ثانیه من پخش گفتی. شده بعد 5 خره پخش شده پسرخال پخش بعد شده 5 پشه ثانیه. پخش شده آقا
وای حاجی بعد جر 5 ثانیه زن‌تر من از گفتی. آراد خدا بعد مرادیان 5 ثانیه. ندیدم. خدا مرادی ندیدم. آقا بعد 5 ثانیه من گفت. باش. بچه‌ها 5 تا یک. بچه‌ها ناکنید خیلی فقط سری و میشونی فقط آراد. شما تو کامنت آره داداش اینطوری 1001 1002 1003 میگم 1001 1002 باید 1003 همینطوری بشه 1004 1001 1005 1002 1003 نه دیگه داداش من دیگه 1004 شمردن خودم داداش شمردن باشه. خودم اصولیشه. داداش دیگه آخریشه دیگه بعدی دیگه پاره‌ای برو بابا یه دونه هم آسون بپرس نامرد من همه رو آسون پرسیدم تو داری نقاش پقاش 3 تا تیم فوتبال اسپانیایی 1001 1002 بارسلونا، 1003 رئال مادرید، 1004 با- 1005 یه بچه نمیتونه بگه و بچه 5 تا یکی 5 تا یکی بچه این سوالات تعیین کننده برنده است و بچه برنده یه دونه از این جیگران از می‌خوره اینا میکنه واکن داره تا من میکنه لایف تو رو خدا اسپانسر. خب داداش بریم خب خب توی بگم بچه ها اگه مساوی بشیم کار به پنالتی میکشه و سوالای یه گزینه ای نه سه گزینه. خب وایسا و وایسا دارم بچه ها برات سخت ویدیو بعدی هم بهتون قرار لو بدم و قراره ویدیو اسفامیل بازی کنیم که ببینیم چی میشه. بریم حتما ویدیو رو پس فردا بله ببینن. قول نمیدیم ولی سعی میکنیم تا آخر هفته ویدیو رو بذاریم میریم سراغ سوالای نهایی آقا جان نمیتونی جواب بدی بریم سوال نهایی 3 تا جانور دزدید 1001 1002 سمندر، 1004 1005 مای باختی نه داداش منم موندم میدونم و بچه ها وزق قورباغه لاک پشت سمندرم بود بله سمندرم بود ولی من پژو دوست دارم بگی نمکترین آدم دنیا هه ادیتور میمه هه چقدر تو نمکی اونو بذار مرسی. نه آقا جان ما اولین قانونمون این بودش که توی ویدیوهامون فوش ندیم داداش فوش نیست کیشو فقط میگم. درود به مرام دیگه درود به الان بگیم عظمت که همه تا درود به حق بزرگیت به ولی ما فوش جسارتت به شجاعتت بگو بپرس خب 3 تا برنده موبایل 1001 1002 سامسونگ اپل 1003 1004 هواوی. 1005 سامسونگ اپل هواوی گفتم تو پشت. و من برنده شدم دوستان سگ های. بنده خدا از جیغ و داد ما داشت های لایف. من لایک لایف. بچه های. یکی به این بی ادب بفرمونه دوستان لایک. عزیز بذارید همینم جایزه رو از نزدیک به بچه‌ها نشون بدم دیگه خیلی نزدیکترم نه این جایزه منه بالا بریم جریمه آقا ماهان رو بچینیم خب داداش من میخوام جایزه‌مو جلوی بچه‌ها بخورم عزیزم کوفتش بشه بزن و گردون‌ها رو تو گوشی من میچینیم آها من مجازات داشتم بله عزیزم داداش گوشی من میخوایی گردونه داره بچینه داره دیگه گوشی من مگه نداره داداش گوشی من سر این ویدیو شکست زر مفت میزنه خیلی نه ببر منظورم انقدر چیز انداختم سرش خب داداش به نظرم با گوشی تو بزنیم چون شارژ گوشیم داره تموم میشه برو با گوشی تو بچه ها دلتون نخواه شیره شو تو حالا خوردی رو درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با بودجه شانسی اگه دوست دارید خرید کنید بچه ایده ویدیوهاتون رو توی کامنت ها بگید و حتما اگه تا اینجا لایک نکردی لایک کن سابسکرایب کن و زنگوله بالا رو هم فشار بده که هر وقت ویدیو گذاشتی خب عزیزم مجازاتاتو بیار خبر بده تا اولین نفری بیار بشی که ویدیو مجازاتاتو ما رو بیار ببینی. بابا بچه من دارم وقت تلف میکنم بابا مجازاتا رو بیار زیاد صحبت نکن بچه من صدای جیغ عنکبوت که چیز کرد بزن مجازاتا رو موشک بالستیک چی بابا مجازاتا رو بزن سریع بچه بقیه‌اش هم میذارم بعدم بچه حتما چنل من تو آپارات برید سرچ کنید ماهان ایه میاره اونم ماهانه رو دنبال نکنید آقا بیشتر ویدیوهای یوتیوبمون رو دنبال آره. کنید که ما حداقل از یوتیوب
یوتیوب به یه جای برسه. نرید ببینید، فقط چون- سابسکرایبشو چون بزنید واقعاً- و اونجا هم یه ویدیو خفن گیم دارم براتون. حتما پنجشنبه برید ویدیو رو ببینید که فردا چون باشه. که واقعا ما به خاطر اینکه تازه کاریم نیاز به حمایت واقعی شما داریم. خب بچه دستتون درد نکنه. آقا وایسا. آقا من می‌نویسم مجازات. وایسا، بده من. وایسا. بده من می‌نویسم عزیزم. وایسا. مجازات ویدیو قبلی هنوز روش مونده؟ آره خب بده. ویدیو برقی چیه قبلی؟ بده من این واسه منه. بچه‌ها ماهان AM 2 تو کامنت ها بنویسید. خب عزیزم، چرا تو هر ویدیو من باید ببازم؟ خب عزیزم، یکیش می‌نویسم چی بهت نمیگم، ویدیو میزنیم. اوکیه؟ داشتم به آقای بشنم والله پیش نگم. خب یکیشو میذارم، بذارید من به بچه‌ها نمیگم. وایسا الان یکیشو برات میذارم چی؟ یعنی شانس مایی. ببین برات کلا 3 تا مجازات می‌نویسم. خب آخریشو میخوام بگم، آخرین مجازات رو انتخاب میکنم. وایسا. آخرین مجازات اینه. بچه گفته کامنت بذارید. آراد ظالم، آراد بابا بیا برو زیاد صحبت نکن بابا. یزید العالمی. بچه‌ها من خب. ویدیو رو کات کنم تا اینجا. نه داداش ببین تمومه. خب عزیزم، آراد دستکش. خب دوست جان وایس من اول به بچه‌ها نشون بدم. ادیتور حتما اونایی که نوشته رو تو صفحه بزنن. بچه‌ها نها کنید. ویدیو رو ببینم ببینم چه خوشگلی. نها کنید چه مجازاتایی براش نوشتم. فکر نکنم معلوم باشه ولی خیلی مجازاتای سختی در انتظارشه، چون خودم میدونم چه مجازاتاییه. بریم مجازاتش کنیم. خب آقا مجازاتت آماده‌ای بزنم؟ بله ببین هر 3 تاش بده. بریم. خب زدم. درد و نفرین. نه. مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. اعصاب من میرسه. خب آقا چه چیزی براش اومد؟ بخون. روی پل داد بزن من بدبختم. بچه توی ویدیو که کنسل شد، چالش 2 گزینه‌ای داشتیم. کنسل شد. اونو واقعا همین. یوتیوب خرابش کرد. ویدیو خراب شد. اصلا به هیچ عنوان. بده جدی شیش، میفرمایی؟ بله. اینایی که ما اینا رو از کجا ما روی در پل بردیم؟ داد آجا بزن. کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ 10 تا شیک بزن 10 دقیقه سرسره بازی. داده شیک خیلی ضایع بود. بچه دیگه. من میخوای شیک بزن؟ نه آقا میریم روی اون پل. خب آقا منو همون پل بزرگه همونجا داد میزنی میگی من بدبختم. بچه ما بریم پل. بچه‌ها بریم بیاین. خب من آقا درد گرفت بچه. آقا ما نوش بچه این چه چالی؟ بله بچه‌ها پلو بگید پلو. نها کنید پلو پل سنگ. اینه. یه راست توت. نه منظورم توت داره. برو داداشم برو تو. خب دوستان عزیز ما اومدیم که سنگینه. چالش ماهان رو انجام بدیم، یعنی بره روی پل وایسه و بگه وای چی من چقدر بدبختم. همین برو. حالا باید بریم وسط پل وایسه. باشه خب یه خورده این ورتر از وسط پل وایسه. داد میزنی ها، داد میزنی میگی من چقدر بدبختم. داد میزنی میگی من چقدر بدبخت. برو بابا برو زیاد صحبت نکن اینجا وقت نزن. برو خدا تو رو لعنت کنه. خب از جا جریمت چی؟ داد زدن روی پل که من چقدر همین طوریش دوربین به دستی همه مردم دارن نگاه میکنن که من چقدر چیم؟ من چقدر بدبختم. برو بگو. الان پلیس فکر میکنه میخوام بندازم خودم. نداشت میگیم چالشی. برو یکی همون پایین وایساده. تو برو برو وسط در برو برو
برو بازم برو. همونجا خوبه. داد بزن، داد بزن. چند بار بدو. داد یه دونه دیگه، یه دونه بلندتر. خب داداش وایس همینجا خدافظیمونو کنیم دیگه. وایسا. برو تحتر، برو وایسا. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ببخشید دارم داد میزنم. برو بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. قطعا لایک، ساب، اگه دوست دارید آراد خودش رو از این پل بندازه پایین و ببینه. اگه دوست دارید یه ویدیو دیگه بگیرید و پانتومیم روش بازی اونی که قطعا ویدیو بعدی یا بعدیش دوست دارید حتما لایک ویدیو رو به 100 تا بچه‌ها ویدیو بعدی رو که بهتون قبلا دو دادم ویدیوی چی بود؟ پانتومی. نه پانتومی نبود، اسلامی ببخشید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه و یه خوشحالی دیگه. خدافظ. بابا تو الان دوباره اپل بریم اون بر. آره حال میده. بابا ول کنه بریم.